خب گایز سلام، خوش اومدید. بریم یه ترکیب گاد معرفی کنم. بچه من حدود چند هفته میشه ویدیو نذاشتم. یک دلیلش اینه کار داشتم یا اینا. یک دلیل مهمش اینه که من داشتم ترکیب میچیدم، یعنی ایدم این بود که ترکیب جدید معرفی کنم، بچه ها برن حال کنن، مثلا وین بگیرن. این ترکیبی که میگم برای همه کاپا خوبه. خب 4000 3000 همه و واقعا گاده، اصلا میتونید هر جوری بخواید استفاده کنید، لذت داره. و اینکه این ویدیو یه نکته داره، نکته رو اگه تو کامنت ها حدس بزنی و بگی جایزه داری از طرف من. و اینکه آره دیگه هم توی کاپ هم کمه سزون. چرا؟ چون بچه من یهی داشتم مچ میرفتم ترکیبای مختلف ببینم کدوم ترکیب جواب بود، اون بالاخره به این نشستم که ترکیب جواب این. نه حالا نکته رو بگم آقا زده این ترکیب زینته. تو هم برید یه شاپور بردارید. شاپور گفت جر میده به خدا قسم کویسر کیومرس. من هر جوری بخوام ازا کنم این بده اصلا بده، واقعا خوبه. هر جوری ازا کنم همه ترکیب رو دست ندارم. ببین روشش اینه که آخرین نفری که ضربه رو میزنه بزن به اون هم با دو توانی دوشو. مثلا فریو زد آخرین بار، اینو میزنه داخلش رو بیاره. دو کمیسه دوباره هم فوق‌العاده است اصلا این ترکیب. خدای خیلی گاد. آسیا رو دست حمله کارته. این اصلا دوباره منوش منوشو میزنه. رو دست من تلاش. خیلی خوب. نوش جونت. اوکی تا اینجای کار خوب بوده، راضی بودم. دست رو دست ندارم. خوب خوردم. اینو میزنی داخلش رو بیاره. کامل شدی. دست و بالتو جینو بستم. زد. اوکی خوب بود، بد نبود. رین هنوز زنده است. آسان حمله کارته. نمیخوای بمیری برادر؟ حمله کارته. میره دیگه داداش. چیکار از این دنیا. ریبانا یه تمام خیلی ریبانا. آره بردیم دیگه ایشالله. آره بردیم. بحث ترسیدم. اوکی وین کردیم. واقعا کاده هر طرف بخوای بگی این ترکیب فوق‌العاده است. برای همه کافا جواب میدن. من پیش دقت کردم، کلا تو ذهنم ساختم این ترکیب رو. بودم چه خوب چی بده این کافم چه باحاله. سزا مثلا این جبرم باشیم. راستی بچه اسکین چنلی تخفیف خورده بود، اینو گرفتم. 3500 تا اینو جم خورد برام. آره من از چنلی استفاده نمی‌کنم، صدام برای فول اسکین شدن. آره دیگه این ویدیو یه نکته حدس بزنید ویدیو بعدی قرار چی بشه. حالا من راهنمایی کنم تا ویدیو دیگر. بدرود.